اظهارات تازه خالد امیری، یکی از فرمانده‌های دلیر با وفا ارتش ملی افغانستان. سلام، وقت بخیر. خالد امیری از فرمانده‌های دلیر با وفا ارتش ملی افغانستان بود که بار سنگین دفاع از کشور را دوش یا شجاعت تمام بر دوش کشید و هرگز از این مسئولیت بزرگ و مقدس شانه خالی نکرد. او نه تنها در میدانهای نبرد بلکه در دلهای مردم این سرزمین جایگاه استوا یافته است. در آن روزهای سیاه و پرآشوب که وطن از هر سو در محاصره تهدید و ویرانی بود، او چون برخاست از خاکستر برای نجات و آزادی افغانستان بال و پر گشود و از هیچ ایثار و فداکاری دریغ نورزید. یاد و نام چنین قهرمانی را نباید با گذشت زمان فراموش کرد و پیوستن او به جبهه مقاومت ملی هرچند ممکن است تصمیمی برخاسته از انگیزه های فردی و دیدگاه های خاصی بوده باشد، اما این تغییر مسیر هیچ خللی به منزلت و جایگاه او به عنوان یک سرباز صادق و فداکار وارد نمی سازد. پیش از آن که عنوان و مقام مطرح باشد، خالد امیری فرزند وفادار افغانستان است، آن که به خاطر عزت خاک خویش جان و در کف نهاد و به هیچ چشم داشت راه سربازی را برگزید.